سلام، من حمیدرضا طهماسب‌پور هستم و با شما همراه هم در یک سری ویدئو که امیدوارم بتونم بخشی از تجربه خودم رو با شما به اشتراک بذارم و از تجربه‌های شما در این حوزه بهره مند بشم. امروز میخوام درباره موضوع هزینه در روابط عمومی و ارتباطات بازاریابی صحبت بکنم. یکی از کلیدی ترین بحث ها و سرفصل‌ها در برای مدیران و فعالان حوزه روابط عمومی و بازاریابی بحث بودجه بندی این حوزه است که در بسیاری از سازمان ها موضوع بودجه بندی مقفول واقع میشه و خیلی ها بهش توجهی ندارن یا ارزش گذاری ها بر اساس سلائق مدیران و سازمان ها انجام میشه. برای اینکه این اتفاق نیفته، یکی از اون کارهایی که در برنامه‌های قبلی با هم صحبت کردیم باید انجام بشه اینه که ما بتونیم واحد ارتباطات بازاریابی یا روابط عمومی رو به خوبی به سازمان خودمون معرفی بکنیم. یعنی تسک ها و انجام فعالیت های اون واحد رو به خوبی به سازمان خودمون معرفی بکنیم تا در مسیر بودجه گیری بتونیم قدرت چانه‌زنی این واحد رو بالا ببریم. اگر سازمان شما به این بلوغ رسیده باشه که بودجه بندی بر اساس میزان فروش یا ترنومل مالی شرکت یک بخش بندی منسجم و مرتبی داشته باشه که شما راه رو تقریبا تا نیمه رفتین و دردسراتون کمتره، اما اگر سازمانتون سازمانیه که هنوز در بلا تکلیفی بودجه‌ای در این حوزه به سر میبره و سلیقه مدیران تعیین کننده میزان بودجه و نوع فعالیت شماست، باید حتما به موضوع گزارشگری و برنامه ریزی در حوزه روابط عمومی توجه بکنیم که در خصوص این موضوع در ویدیوهای قبلی با هم صحبت کردیم. اما برسیم به موضوع دسته‌بندی هزینه‌ها. ما فرض رو بر این می‌ذاریم که ما برنامه ریزی کردیم، گزارشگری کردیم و سازمانمون رو به این بلوغ رسوندیم که بودجه بندی در حوزه ما باید به صورت فنی و اسلوب دار پیش بره. خب حالا میرسیم به اینکه وقتی قرار هست بودجه بندی بکنیم ما به کدوم شاخص‌ها و کدوم دسته‌بندی باید قائل باشیم. در تصویری که براتون میذارم من دسته‌بندی هزینه‌ها رو توی 3 تا بخش معمولا در این حوزه میبینم. بخش اول هزینه‌هایی که به حوزه تبلیغات اختصاص پیدا میکنه و بخش دوم هزینه‌هایی که به حوزه روابط عمومی یا ارتباطات متصل میشه و بخش سوم هزینه‌هایی که به حوزه ارتباطات بازاریابی اختصاص پیدا میکنه. اگر بخوام دقیق‌تر در تصویر بهتون توضیح بدم، ما هزینه‌هایی که در حوزه برندینگ سازمان انجام میشه رو معمولاً باید به صورت جداگانه ببینیم. بخش هزینه‌هایی که در حوزه فرهنگسازی یا در حوزه CSR و مسئولیت‌های اجتماعی است رو باید جدا بکنیم. البته بسته به هر سازمانی این تعاریف میتونه تغییر بکنه. به صورت نمونه این اینفویی که الان داریم درباره‌اش صحبت میکنیم مربوط به یک سازمانی است که در حوزه تولید کالاهای حوزه آیتی فعالیت میکرده و مشتریان B2B و مشتریان B2C رو تارگت کرده بوده. بخش دیگه‌ای که توی این سازمان ما اومدیم جدا کردیم کمپین های مناسبتیه که به صورت اختصاصی به موضوع فروش اون سازمان، فروش کالا و خدمات اون سازمان توجه میکنه. یعنی ما در یک بودجه مستند و مدون میایم این دسته‌بندی رو طراحی میکنیم، در یک الگوی 3 بخشی اون رو به تبلیغات، روابط عمومی و ارتباطات بازاریابی تفکیک میکنیم و میگیم که برندینگمون هزینه‌های جداگانه خواهد داشت، فرهنگسازی و مسئولیت اجتماعیمون هزینه‌های جداگانه خواهد داشت و برنامه جداگانه. کمپین‌های مناسبتی هزینه‌هایی که مستقیما در حوزه تبلیغات، در حوزه خرید رسانه یا توزیع محتوا انجام خواهد شد به صورت تفکیک جدا میشه و تولید محتوای تبلیغاتی. حوزه ارتباطات و اطلاع رسانی هم به صورت جداگانه یک بودجه بندی جدا خواهد داشت و حوزه آگهی‌های صنفی که در این مجموعه خب یکی از بخش‌هایی که به صورت اختصاصی برای این مجموعه دیده شده آگهی‌هایی بوده که در حوزه صنفی باید در بخش تبلیغات و جدای از اون تبلیغات دیده میشد. این الگوبندی بسته به نوع سازمان شما قابل تغییره.
در این ویدیو تلاش کردم تا فقط یک شماتیک کلی و یک نگاه کلی به شما بدم. نظراتتون رو حتما با من در این پست به اشتراک بگذارید تا بتونیم درباره بحث‌های بعدی تصمیم بهتری بگیریم. خیلی ممنون که با من همراه بودید. خدا نگهدار.